ریاست دار، سیاست مدار عصری، کسی که دفاع از دموکراسی لعنتی بیدینی میکنه، امروز هم تو ارزش و اهمیت دین را آنقدر پایین آوردی نعوذ بالله که رسوایی و چتری خودت را در دنیای غرب و جهان اسلام به نمایش گذاشتی. بعضی دوستان میگن شاید بعضی سخنها سخت باشه گفتنش، نیست. فقط مؤمن باش، توکل بر الله داشته باش و دلیل از قرآن داشته باش، بر منهج پیامبر استوار باش و یقینا در مقابل ظالم حق را بگو، الله نصرت کننده است. قرآن کتاب تلاوت و ختم قرآن و کتاب دکانداری نیست، کتاب نوپوشه نیست که توی خنک میخوری پوش کنی تا پلتاق بگذاری. کتاب رمضان نیست که تنها به رمضان تلاوت شد. این کتاب به تو درس میده که کسانی که از دین الله دفاع کردن، مشرکین و کفار تصمیم گرفتن که خلیل الله ابراهیم را به واسطه دفاع دین با آتش بسوزانند، الله آتش را به جان ابراهیم خود گلستان کرد. این درس یقین و عقیده است به تمام امت اسلامی که کسی از دین الله دفاع کنه، ولو گوچران باشه، ولو چپان باشه، ولو سچرخدار و تکسیوان و آینگر و نجار و دکتر و مأمور و ملا و سرباز باشه، از دین دفاع کنه، الله وکیل مدافع آن هست. تأسف است که ما امروز یک رئیس جمهور رشخند، یک سیاستمدار پلاستیکی هم خود ما تلفنی صحبت کنه بگه ما با تو هستم، ما حاضر امروز 10 نفر لقد مال کنیم. اما الله که میگه این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای مؤمن، اگر به گپ الله باور و یقین داری، الله از تو دفاع میکنه، با الله زندگی کن. تأسف است که ما با کلام الله را معلوماتی خواندیم، نعوذ بالله، نه عقیدتی، نه با اخلاص، نه با تعرک معانی. این واسطه هست که امروز من علم دارم، حق گفتن نمیتونم. امروز معلومات دارم اما حق بیان کردن نمیتونم، به واسطه ای که فکر میکنم که شاید زندان از دوزخ بدتر باشه، فکر میکنم که شاید گپ سیاست مدار از گپ الله نعوذ بالله مهمتر باشه. کلا این شده نمیتونه در زندگی کسی که مؤمن واقعی باشه.